سلام، خوش اومدید به چنل پلی باکس. هادی هستم و امروز میخوام گیم پلی یکی از ریمیک های شاهکار تاریخ رو، یعنی فاینال فانتزی ریبرس، هفت ریبرس که قسمت دوم سری ریمیک های فاینال فانتزی هفت اورجینال هست رو گیم پلیش رو براتون نشون بدم. خب این بازی واقعا خیلی عالی و شاهکار بوده که توسط اسکوئرنیکس و به صورت انحصاری برای پلیستیشن 5 منتشر شده. تونسته توی واسه گیم آواردز سال امسال، یعنی سال 2024 توی 7 بخش نامزد بشه که توی حالا گیم آف دی یور هم تونسته نامزد بشه و خب احتمال اینکه بازی سال بشه هم زیاده. حالا رقیبای اصلیش استروبات و متافوری فانتزیو و خب الدن رینگ DLCش هستن که امیدوارم این بازی برنده بشه چون لایقشه. خب این بازی روی پلیستیشن 5 حجمی که داره خیلی زیاده و 146 گیگابایت باید روی SSD براش در نظر بگیرید. خب میریم که بازی رو لود کنیم. خب آپدیت داده، من آپدیت رو فعلا نیاز ندارم، بدون آپدیت بازی میکنم که گیم پلی رو ببینید. خب من تا قسمت های اول هستم، تقریبا یک کمیشو بازی کردم. خب بچه ها، فاینال فانتزی 7 ریبرس واقعا گرافیکش خیلی بالاست از نظر بصری، ولی خب چیزی که هست اینه که دوتا مودی که روی پلیستیشن 5 میتونید بازیش کنید، حالا مودهای گرافیکی، یکیش حالا گرافیکسی که تقریبا یه 4K آپسکیل شده رو بهتون میده توی فریم ریت 30 و خب مود پرفورمنسش که تقریبا حالا یه 2K داینامیک هست و با FSR به 2K میرسه، تقریبا 60 فریم ثابت رو به شما میده. ولی خب مشکلی که هست اینه که پرفورمنس توی به خاطر اینکه از رزولوشن های پایین تری به 2K داره آپسکیل میشه، خیلی تفاوت داره با مود گرافیکی. یعنی از نظر رزولوشن کاملا اون حس میشه که گرافیک خیلی شارپ تر هستش. الان من توی گرافیک دارم بازی میکنم، ببینید کاملا خب 30 فریم بودنش تو ذوقه، ولی خب از نظر اینکه حالا کیفیت تصویر زیاده، خوبه. من یکم تو این مود بازی میکنم که ببینید. خب کسی که دنبالش میدیم تیفای و پشت سرمون سفیروسه. اگه هفته ریمیک رو بازی کرده بودیم قسمت اولشو، خب الان داریم به گذشته سفر کردیم، یعنی گذشته رو داریم به خاطر میاریم. خب قسمت های اول بازیه و به خاطر همون داره اون سازندگاه ها و بازیگرای بازی رو نشون میده پایین. یکم که جلوتر بریم اون دشمنایی میان جلوتر، درگیر میشیم. کاملا حس میشه که بازی 30 فریم تو این حالت و روون نیست به اون صورتی که تو مود 60 فریم حس نرم بودن میده. تو اینجا زیاد راضی کننده نیست. بریم جلوتر. از نظر مبارزات، یعنی این گیم پلی مبارزات تو این بازی اصلا تجربه ریمیک و یعنی قسمت اول فاینال فانتزی 7 و این ریورس اصلا شک نکنید، واقعا گیم پلی سرگرم کننده ای داره و خب هر چقدر پیشرفت کنید لذت میبرید. خب رسیدیم به کاتسین، یه مبارزه داریم اینجا با این حشرات. بریم جلو دخلشون رو در بیاریم. خب اسکیپ کنیم.
خب با مربع حمله میکنیم. خب اینو بریم اگه نگه داریم ضربه سنگین‌تری میزنیم. خب اگه ضربه رو بزنیم اینجا ابیلیتی ها رو میاره. خب یه دونه این پایینی رو میزنیم، یه تراست. خب یه دونه به این دوستمون اسپل بزنیم، فایر. خب خیلی حال میده مبارزات که هر چقدر که پیشرفت کنید. خب زدیمش. خب رد کنیم قسمت کاتسینو. حالا من یکم هم رو 60 فریم بازی میکنم که تفاوتش رو ببینید بچه ها. تو مود 60 فریم خیلی روون تری، ولی خب متاسفانه یکم اون افت رزولوشن به چشم میاد. حالا پرفورمنسش هم پرفورمنس 2 تاست. خب یکیش FSR از تلویزیون که من دارم میبینم کاملا افت رزولوشن به چشم میاد، ولی خب از فاصله 2 متر نه زیاد. خب زیاد قابل توجه نیست، ولی خب پلی استیشن 5 پرو آپدیتی که دادن این مشکل کلا حل شده. یعنی خب شما با کیفیت فیدلیتی یا همین گرافیک بالای پلی استیشن 5 بازی میکنید ولی با 60 فریم. خب بریم جلو. باید حمله کنیم، به ضرب در بزنیم که اون کامنت ها یا این فرمان هایی که میدیم به تو بخش قبلا نشون دادم باز بشه برامون. ضرب در رو میزنم، یه دونه مثلا اینجا لیزارد میزنم به یکی از این دوستان، یه دونه خب باید بزنم دوباره پر بشه، دوباره یه توانایی، یه دونه بریور میزنم بهش. خب زدیمش. باید بریم جلوتر. کاملا روون شد بازی، حس روونی خاصی هست الان تو 60 فریم. بچه‌ها واقعا به خاطر اینکه ممکنه از خیلی شنیده باشید این بازی نوبتی هست و نمیدونم تو ایران کم طرف داره، اصلا توجه نکنید. فایت ها کلا از نوبتی بودن خارج شده و مثل یه بازی هکن اسلشه بیشتر تا بازی های قبلی همین فاینال فانتزی. این تیفا زدش احتمالا الان برمیگرده. اینو رد کنیم. خب برگشت، میگه R1 رو بزن که دفاع کنه و بعد دایره رو میزنیم که داج کنیم انگار. خب دفاع کردم، باید اول یکم بزنمش، بعد نتونستم دفاعش کنم. خب دفاع کردم، الان دوباره یکم داج کنم. حالا میتونم بهش یه ابیلیتی بزنم. حالا تریپل اسلش ضربه خوبیه، 3 تا ضربه میزنم. خب زدیمش. خب بچه ها به نظرم حتما اگه تونستید این بازی رو برید و تجربه کنید، واقعا یکی از بازی‌های شاهکاری که میتونید این سال و کلا تو عمرتون تجربه کنید همین بازی. خب آرسه رو بزنیم میتونیم گفت کنیم رو انمی. الان من اینو میزنم، عوض میکنم به اون یکی، دوباره عوض میکنم. خب ابیلیتیمو میخوام روی این پرنده بزنم. خب فورس تراست. خب خورد، یه دونه دیگه فورس تراست بزنم. خب شکستش دادیم. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو هم راضی باشید و این گیم شاهکار رو هرچه سریعتر بتونید تجربه کنید. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. از گیم زدن لذت ببرید و کانال منم سابسکرایب کنید و سعی کنید لایک کنید. دمتون گرم.